میدونستی ویروس هپاتیت بی میتونه تا 7 روز روی سطح زنده بمونه و هنوزم آلوده کننده باشه؟ و همینطور ویروس HIV میتونه تا چند ساعت روی خون خشک شده زنده بمونه و از بین نره. بچه‌ها، بهداشت ضد عفونی تو کار تتو اصلاً شوخی بردار نیست. ما اینجا داریم با خون و مایعات بدن کار میکنیم. پس تمیزی اینجا فقط کلاس کار نیست. بحث جون و سلامت خودمون و مشتریه. حالا مرحله به مرحله میخوام بهت بگم چطور تمیزکاری و نظافت قبل و بعد تتو تو انجام بدی. اول تمیز کردن، بعد ضد عفونی. یعنی اگه سطحت روش خون و رنگ ریخته، ضد عفونی جواب نمیده. اول باید با دستمال یک بار مصرف سطح رو تمیز کنی، بعد میتونی ضد عفونی کنی. برای سطوح فلزی و شیشه‌ای حتما الکل 70%. مواظب باشید که الکل 90% استفاده نکنید، چون زود از روی سطح میپره و ویروس ها همچنان اونجا زنده میمونن. مواد ضد عفونی که راحت توی ایران گیر میاد، یکی الکل 70%، یکی وایتکس رقیق شده است. میتونید 10 cc وایتکس 5% رو توی 1 لیتر آب رقیق کنی و برای تمیز کردن و ضد عفونی سطوحت استفاده کنی. یادت باشه الکل یا مواد ضد عفونی باید حداقل 1 دقیقه روی سطحت بمونه، یعنی بلافاصله دستمال نکشی و خشکش نکنی. برای وایتکس بهتر 5 دقیقه بمونه. چیزایی که باید همیشه تمیز بشه: دسته صندلی، صفحه کار، صندلی مشتری، کلید لایت و هر ابزاری که ممکنه در حین تتو با دستکش بهش دست بزنی. وسایل یک بار مصرف همه مستقیم تو سدل درددار و سوزن و اشیاء تیز همه توی شارپ باکس. و در تمام این مراحل حتما دستکش دستتون باشه. بسیاری از بیماری ها با نداشتن همین دستکش ساده منتقل میشه. این سالونی که میبینید هر هفته داره با وسایل مخصوص ضد عفونی رو تمیز میشه و هر تتو آرتیست قبل و بعد از کارش ستاپ و استیشن خودش رو به صورتی که بهتون توضیح دادم تمیز و ضد عفونی میکنه. من خشایارم، تتو آرتیست، و اینجا تو این کانال با شما تجربه‌های خودمو در این زمینه به اشتراک میذارم. اگر خودتون سالن تتو دارین لطفاً این ویدیو رو سیو کنین و یا اگر دوستی دارید که تتو آرتیست هست حتما این ویدیو رو باهاش شیر کنین. خب اگه این برنامه برات مفید بود حتما لایک و سابسکرایب یادت نره و تو کامنت ها بهم بگو که موضوع برنامه بعدی چی باشه.